از عمر ادوارد کارلویچ کیویکس، گنرال فیلمتبار ارتش روسیه پادشاهی که در زندگی تاجیکان بدخشان نقش داشته است، 150 سال سپری می شود. این گنرال سال 1893 در هیئت ارمیای روس به پامیر آمده مردم این منطقه را طور محققان زندگینامه او نگاشتند از ظلم افغانها و بیدادگری منصبداران امارت بخارا حمایت کرد. یارمو لایکانن نبیره گنرال کیویکس که برای اشتراک در نمایشگاه عکس‌های پدر بزرگش به دوشنبه آمده است، از سبب‌های نزدیکی فوق‌العاده وی با مردم تهجویی گفت. او نوشته است من اینجا قدرتی بی‌محدود دارم ولی نمیخواهم آن را به گونه نادرست استفاده کنم. مردم تاجیک به من اعتماد کردند و من آنها را دوست می‌دارم. او از مردم عادی در برابر قانون‌های نادرست مقامات بخارا حمایت می‌کرد. گنرال کیویکس 9 سال حیات خود را در منطقه کوهستان پامیر گذرانیده، در نوشته‌های خود که تعدادشان تا به امروز کم مانده است، از این مردم به نیکی یاد کرده است. در آنچه از وی باقی مانده، مردمی مهنتکش قلمداد شده از صاحب جمالی زنان هم یاد شده است. این وی نوشته است که آنها مردمی راستکار هستند. در دوره جنگ دوم جهان بایگانی کیویکس به آتش رفت و چیز زیادی از وی باقی نمانده است. چیز دیگری که نمیگذارد این گنرال از خاطره های مردم فراموش شود، دخترخوان گرفتن گلبگیم است. دخترک 6 ساله که در پی پایان یافتن کار کیویکس در پامیر با وی به فنلاندیا رفت و مقیم آنجا شد. شخصیت گلبگیم که بعداً آلگا نام گرفته و چرا محض وی دخترخوان کیویکس شد در خاطر نبیرش چنین مانده است. گلبگیم شخصی بسیار خوب بود. من او را 50 سال می شناختم. و یک زنی دانا، مهربان و دوست داشتنی بود. برای فرزندان من هم یک مادر بزرگی خوب بود. یک سبب این که پدری وی درگذشته بود و از کابل نفران برای بردن وی آمدند. مادر گلبگیم از کیویکس کمک خواست. گنرال کیویکس به این نتیجه رسید که اگر گلبگیم را دخترخوان کند، کسی او را گرفتن نمیتواند. ادوارد کارلویچ کیویکس هرچند یک مرد نظامی بود، به کارهای فراتر از وظیفه خود دست میزد. حتی کیویکس به عنوان اساسگزار شهر خاروخ هم یاد می شود. سر کرد کانال‌ها را ساختن، درخت‌ها را از دیگر جا آوردن و اونجا شیناندن. در اتریاد همین روزا هم همون درخت‌ها هستند. در چوربوغ دو طرف خاروخ رو با یکدیگر پرواز کردن. اما کوپروکا ساخت. مکتب یکمین مکتبی که بعد رفتن وی با پروژه کیویکس بود، روسکا توزیم مکتب. So now you see that in Tajikistan حالا می‌بینید که به پدر بزرگ شما اینجا احترام می‌گذارند. درباره‌اش فیلمی مستند ساخته شده است. می‌بینیم که نمایشگاه عکس‌هایش برگزار شده است. چه احساس شما را فرا گرفته است؟ این شگفت آور است. چگونه یک مرد فنلندی 100 سال پیش به اینجا آمده و تا این اندازه مشهور است. باور نکردنی است.